سعیم جان کار کجا رسونی بیادر؟ نه بخیر خلیفه جان، فقط یک اندازه گیری موسطش مونده دیگه، خلاص است خلیفه. خیر ببینی بیادر، بسیار زحمت میکردی در کارایت، یک رپه که میگیری حق حلال بر حلال میشه. خب امروز هم دیگه وقت ماش است سعیم جان، بعد ماش میتونم که کم خرج نشید. خلیفه جان اگه نباشه مشکل نیست. قربان سرت. یک دو سه چهار پنج شش اینه اینی هم ماشه کرد دی باشه که زمستان است یکان برنج و یکان آرد و دیگه در خانه کار است مشکل نیست. خدا کنه که پیسی مونمو کاره که من میخوایم مونمو در ها بیاید. خدا دیگه خودت رحم روشنی تکنی بالای هر مومن مسلمان. میشه ای؟ یکی دو سه چهار پانزده شانزده کم است، اما بازم شکر است، خدا مهربان است. مجبور با این پیسه که دارم خود چاره میشه، خود دردم دواشم، اما مجبور است. این هم نمیتونه پورا کرده، زمستان است، این خلیفه هم نمیتونه، مجبور برم کار خود را کنم. خلیفه جان وقت دارین یک چند کلمه گپ بهتون بزنم؟ بفرمایید سعیم جان مادر. خلیفه جان رویم نمیشه که داریم که شما عادت کرده بود، مامان مجبور است، نمیتونم گذاره. سعیم جان چی گپ است؟ بیادر واضح بگو. اگر چیزی از دستم پورا باشه من در خدمت هستم، به خاطر که سالهای سال همراه منجا بودی، صادقانه کار کردی، خوش بود تر بود با هم خوردی، منایسک برادر واری. واضح بگو چی گپ است بیادر؟ خلیفه جان میفهم شما بر من زیاد کردید، اما واقعا اجتماع خانواده است، نمیتونم پورا کنم. میفهم چیزی که اینجا من کار میکنم، چیزی که شما کار میکنین روزگار زمستان است، تنها خودتانم نمیتونین پیش ببرید، اما بر من نمیشه. من مجبور هستم این پیسه که چند قرونه که شما بر من دادین امور را میخوایم یک زندگی یک کار بار را پرتیم، میخوایم زندگی خود و کار خود پیش بگیریم. دیگه خفه شما نباشین که شما بر من پول کم میدین یا پول کم دادین یا خفه فهمیدین، اما مرا دعا بتین. من بدون دعای شما جایی نمیرم. اگر دعا نمیتین بازم من خدمتتان میکنم، نوکرتان هستم، بازم کار میکنم، چون کار از شما یاد گرفتم. اما بر من دعا بتین، بر من دعا بتین. سعیم جان من واقعیت جگرخون شدم، ناراحت شدم. یک هموطن ما که مشکل داشت و خصوصا خودت من قبل هم گفتم سالهای اینجا برای ما کار که صادقانه یک مشکلات داری، درد داری، خداوند مهربان است، مشکل آسان است. یک تصمیم گرفتی بری
خدا حافظت. دعای من همیشه پیشت است. خداوند سربلند داشته باشید بیادر. هر جایی که میری خوش و خندان باشید. قربان سلامت باشید. استاد بازم نه سمی جان، نه سمی جان، بقیانه بیادر. سمی جانم چکش بیار. لالا جان لالا چرا لالا جگرخون هستی؟ چی گپ شده بیادرم؟ دیگه خونه کی بچه که تان است؟ بله بچه که من است بیادر. اینا هم بچه که تان در این سردی و ایرم خودتان اینجا چرا جگرخون هستی؟ نه اصلا نمیفهم چرا جگرخون هستین شما؟ بیادر آرزوی بسیار بزرگ دارم که میباید بر یک روز پیسه دار شوم. پیسه بسیار زیاد در دست خود بگیرم، تصور کنم که پیسه دار شدیم، اما این انجام نمیشه. یا آرزوی من هیچ وقت برآورده نمیشه. بی بیادرم جانم من درد تو را حس میکنم، خیر بیادر. اما امروز من این آرزوی تو را برآورده میسازم. چطور؟ بیادرم جان. من یک جای دنجاری کار میکردم و من پیسه من جمع کرده بودم که من برم یک کار را پرتم به خودم، یعنی کار شخصی. من این پیسه دستت میتم یک آرزوی بزرگی که داری اینمی مشکل نیست، پیسه را میتم عشق کنم. بسیار خوب. شیرم سعی کن پیسه دیگه کن است خیر. خدایا شکرت. سعی کن پیسه. خب بیادرم جان خوش شدی علی؟ بسیار خوش شدم. با روزت رسیدی؟ بله علی بان خیلی من با روزم برسم. من گفته بودم که نه من نجاری کار کردم، زحمت کشیدم ولی یک کار شخصی را میپردم. چه خدمت کنم؟ پیسه را میدادم. این پیسه بس لالا، پیسه تو چی میکنه؟ شوخی میکنه نه؟ لالا من برای تو شوخی دارم. من تو رو که اونجا دیدم باری حال مسکت را میبرم. چیکار هستی تو؟ کی هستی؟ لالا لطفا ما که شما هم شوخی ندارم، پیسه که مرا بده. ما زحمت کشیدیم کار کردیم لالا، میفهم شوخی میکنه. ما با او آرزویی که تو داشتی ما تو را رساندم، اما پس تو آرزوهای مرا نگی، مرا ناامید نساز بیادرم. مرا پول مرا لالا نه بیادر دیگه کلمه خراب هوشیار نکن. هستی، هوشیار هستی نیستی؟ این بچه که من از این پرسان که تو را نکس میشناسه نه تو چی کار هستی؟ بیخی تو داوگیر هستی؟ چی هستی؟ داوگیر نیستم، من کار کردیم زحمت کشیدیم لالا نکو از ما. پیسه فعلا پیش ما هست. خدا ببینه. دستبازی نکن. ما شما واری آدم ها را زیاد دیدیم بسیار داوگیر هستین، راجوری میکنین. اینه شاهد عینی
ما اینجا شتیم پیسه رو ما خدا ما کجا پیدا کردیم میفهمید ما چقدر زحمت کشیدیم 2 ماه 3 ماه زحمت کشیدیم پیسه رو پیدا کردیم لطفا خواهش میکنم میفهمی سالا زحمت مسی پول چندی ساله ماست نکن لالا بیشتر میگیرم نکن بانک ما کار ما بکنم لالا آخه چه رقم آدم ها را گیر کردیم بلی از خدا قرآن یا خودی مثلا لالا لطفا خواهشن نمیخوایم نکن لطفا از برای خدا نکن تو بیادت چی شده لالا؟ خیریت؟ آدم هستی تو بیخی خیریت باشه چی گپ است لالا؟ گپی تا بفهمی نه داوگیر است برادر چی گپ است؟ یک داوگیر خدا اومده میگه پیسه از ما است خواست من پیسه از ما است من اینجا شتگی سم پیسه رو حساب داشتم که چند است که کم نباشه یا اومده میگه پیسه از ما است قضیه از چه قرار است؟ بیادر دوزوری است یک دقیقه صبر بگو لالا مشنم بیادر ما سالها زحمت کشیدیم در یک نجاری کار کردیم و سالها زحمت کشیدیم ما این پول به دست آوردیم حالی ما برم که یک کار شخصی خود را پرتم اینمی آدم اینمی جا ششتگی بود بر ما گفت یگانه آرزویی که دارم فقط پول در دست بگیرم شمار کنم ما گفتم یک دقیقه ما گفتم امی آرزوی تو را ما پورا میسازم خب. امی امروز من می آرزوی تو را ما پورا میسازم پیسه برش دادم حالی میگه پیسه رو بده میگه برو تو داوگیر هستی تو دوز هستی دروغ میگه بعد من دیگه پیسه در جیب دارم صبر یک تو دقیقه نیست یک که- دقیقه من قضاوت میکنم مرا پیسه رو برام بده پیسه چی برام بده پیسه رو ای لالا چرا پیسه مده پایان انداختی یک دقیقه من قضاوت میکنم لالا از این معلوم میشه که پیسه از این بیادر است چطور؟ خاطر از که این نجار است از نجاری میگه کار کرده پیدا کنیم پیسه را و دی دوتای چوب و نجاری که معلوم میشه از این معلوم میشه که پیسه از این لالا ماست ببین بیادر پیسه که از رازدنی و از دزدی و فریبکاری به دست میآید برکت نداره شاید احتیاجات تا برآورده بسازه اما در آینده ابرو عزت از بین میبره پس لطفا خاطر پیسه حرام خاطر چند روپیه دنیا ابرو عزت از بین میبره او لالا راست گفتی پرس دنیا مرا چشم کور کرده بود ما نمیفهمیدم چشم مرا وا کردی مرا آگاه ساختی خیر ببینی لالا بابا جان سار میبخشی اشتباه از من بود تو رو درک میکنم ای خدا بخش لالا جان اما خیر است خدا بخشید ما کی هستم که نبخشم به حق خودتان خانه باشین ظلم با دیگران دیر یا زود به خودتان برمیگرده